بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش آمدید به درس هفتم ما از النحو التطبیقی. انشاءالله پیش از اون که درس را آغاز کنیم با حواری امروزه آغاز میکنیم که دو شاگرد آماده کردند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذه شجرة؟ آیا این درخت است؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هيا نذكرهم معا. بله، این آیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بیا با هم دیگر ذکرشون میکنیم. نعم، هيا نبدأ. بیا آغاز میکنیم. بله، بیا آغاز میکنیم. هذا والده عبدالله. این پدرشون عبدالله است. و هذه والدته آمینه. و این مادرشون آمینه است. و هذا جده عبد المطلب. و این بابایشون عبدالمطلب است. و هذا عمه العباس. و این عمکشون عباس است. و هذا عمه حمزه. و این عمکشون حمزه است. و هذا عمه ابو طالب. و این عمکشون ابو طالب است. و هذه عمته صفیه. و این عمه‌شان صفیه است. و هذا ابنه قاسم. و این پسرشان قاسم است. و هذا ابنه عبدالله. و این پسرشان عبدالله است. و هذا ابنته ابراهیم. هذا ابنه. این پسرشان ابراهیم است. و هذه ابنته فاطمه. و این دخترشان فاطمه است. و هذه ابنته رقیه. و این دخترشان رقیه است. و هذه ابنته زینب. و این دخترشان زینب است. و هذه ابنته ام کلثوم. و این دخترشان ام کلثوم است. بارکالله فیک یا اختی غالیتی. الله به شما برکت دهد ای خواهر عزیز. و بارکالله فیک. به شما نیز برکت دهد الله. احسنتم ماشاءالله. الله شما قبول کند. بهترین حوار بود. کلمه ها خیلی زیاد تکرار شد و از این سبب این فایده دارد برای نوآموزان. چندین کلمه ها بود که هذا، هذه، عم، عمتون، ابنتون، ابنون. الله برکتون تید. در درس ششم، در درس قبلی ما قسمت معرب ها را آغاز کرده بودیم. یعنی کلمه هایی که مبنی نیستن، استوار بر یک حالت نیستن، بلکه اعرابشان تغییر میکند وابسته به عامل ها و وابسته به وظیفه‌ای که در جمله میبازند. و در این بخش مؤلف به ما 5 نوعی، 5 گروهی یا تقسیماتی کلمه های رو پیش میکند که اعراب تقدیری میگیرند، یعنی که اعراب پنهانی میگیرند. و ما 3 بخش اول رو یا 2 بخش اول رو گذاشتیم. انشاءالله در درس امروزه بخش 3م، 4م و 5م رو میگذاریم که هر 3 بخش تنها یک صحیفه هست و بخش یعنی درس 6م و 7م در این صحیفه خلاصه می شود. کوشش میکنیم که این درس رو در 15 تا 20 دقیقه به انتها رسانیم تا اینکه توجه خود را به تمرینات داده توانیم باذن الله. خب در اینجا مؤلف میگوید قسم 3م الاسم المضاف الی یاء المتکلم. اسمهایی که به یاء متکلم
به یای گوینده نسبت داده می شوند یا اضافت می شوند. اضافت یعنی که نسبت داده می شوند. وقتی که گوینده، خب گوینده که مفرد باشد به خودش یعنی چیزی رو یا کسی رو نسبت دهد. مثلا کلمه ها رو ببینید در اینجا: کتابی، کتابی من، مکتبتی، کتابخانه من، صدیقی، دوستی من، قلمی، قلمی من، ابی، پدری من، اخی، برادری من. پس از چی سبب این نوع جدا شدگی هست و چی حکم دارد از جهت اعراب؟ الکی ما میدانیم که معرب هستند، یعنی که تغییر کننده هستند، کمی تغییر میکنند، اما این بخش استثناء میشود از تمام دیگر کلمه های معربه به این صفت که اعرابش پنهانی هست. پس میبینیم چی حکمی خاص دارد. مؤلف میگوید: حکمه تقدر الحركات الثلاث الضم والفتح والكسرة على ما قبل ياء المتكلم ويمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. یعنی که هر سه حرکت در حرف قبل از یای متکلم، یعنی که اگر در اینجا اهمیت بدهید در تمام کلمه ها در آخرش یای ساکنه هست. یای متکلم همین رو گفته می شود. وقتی که کسی رو به خود نسبت می دهی، یعنی از آن تو حساب میکنی یا پیش میکنی، باید که به این گونه یک یای ساکنه نسبت بدهی. پس این می شود یک مرکب اضافی، مضاف و مضاف الیه. یعنی که مثلا اگر کتابی رو همچون مثال پیش کنیم، کتابی، کتابی من، کتاب می شود مضاف، یعنی آن چیزی که نسبت داده می شود، و ای یعنی که یا ساکنه در اینجا مضاف الیه می شود، یعنی که آن کسی که به او یا آن چیزی که به او نسبت داده شده است. کتاب همان چیزی هست که نسبت داده می شود و من کسی هستم که به من نسبت داده می شود، کتاب. این معنای مضاف و مضاف الیه هست. یعنی که حرکت ضمه و فتح و کسره پنهان هست بالای آن، در آن حرفی که پیش از یای متکلم هست، پیش از همین یای مضاف الیه پنهان شدگی هست. و از چی سبب ظاهر نمیگردد؟ البته پنهان از این سبب شدگی هست، از سببی که ما میدانیم که پیش از یای متکلم کسره همه وقت می آید. یعنی که در اینجا قلموی یا قلمی نمیگویم، قلمی. در اینجا هم کتابوی، کتابی نمیگویم، کتابی، مکتبتی، صدیقی. اهمیت بدهید که پیش از یای ساکنه یا یای متکلم همه وقت کسره می آید، حرکتی کسره. پس از این سبب در اینجا گفته می شود که حرکت های اصلی آنها، حالت اعرابی اصلی آنها پنهان شدگی هست، مقدر هست. و از چی سبب مقدر هست؟ از چی سبب پنهان هست؟ از سببی که محل اعرابی مشغول هست. اشتغال یعنی مشغول هست، مصروف هست با یک حرکت مناسب. با حرکت مناسب یعنی که حرکتی که مناسب است با یای متکلم اومدنش. با یای متکلم تنها میتواند که یای متکلم با ما قبلش کسره بیاید، یعنی که ما قبلش نمیتواند که یک حرکت دیگر رو بگیرد. البته محکم هست این محل، این جای با یک حرکت مناسبی که با یای متکلم مناسبت دارد یا اینکه موافقت دارد محکم هست، گویا قلف هست. این گونه تصور کنید. پس از این سبب، از سببی که این محل، این جایگاه البته مصروف هست، مشغول هست، حرکتی اعرابی رو ظاهر کرده نمیشود در اینجا. فهمیدید؟ پس میگوید که مثلا در اینجا بگیریم کلمه ابی، پدری من، در همین آیت های قرآن 3 آیت رو پیش میکند که در این 3 آیت های قرآنی اصلا اعرابی همین ابون که پدر معنا دارد باید یعنی فرق کند، و البته فرق میکند اما ظاهر نیست، معلوم نمیشود ظاهرا و در چشم، یعنی از جهت دیدن ظاهر نمیشود، از جهت دیدن و شنیدن ظاهر نیست، بلکه پنهانی هست. پس در آیت یکم نظر کنید: قال تعالی حتی یأذن لی ابی، تا آن دمی که پدری من به من اجازت دهد. حتی تا آن دمی که یأذن او یک مرد اجازت دهد، اذن دهد، یعنی که اجازت دهد، لی برای من، ابی پدرم یا پدری من. پس در اینجا اصلا این است جار و مجرور متعلق، از این سبب یعنی مقدم هست، یعنی که پیش از فاعل آورده شدگی هست. اما ترتیب اصلی این جمله هست حتی یأذن ابی لی. پس این ابی که هست مضاف و مضاف الیه متعلق می شود، یک جای پیوست شده، چی حسابیده می شود؟ فاعل. چون که در اینجا اصلا کی اجازت باید بدهد؟ پدری من. پس یأذن فعل هست، ابی پدری من فاعل هست.
اما ما میدانیم که فاعل باید در حالت رفعی باشد، یعنی که یا ضمه یا ضمتان داشته باشد. اگر تثنیه باشد آنی، اگر جمع باشد اونا. البته این مفرد هست، پس حداقل ما باید یا ضمه یا ضمتین. یکم چیز در اینجا یک از علامت های مرفوع باید ببینیم، اما در اینجا دیدن نمی شود. از چی سبب؟ از سببی که در اینجا ابون خالی نمی آید. اصلا ابون یک کلمه خرد هست که اصلا اعرابی رفع بودنش یا حالت رفعش با واو باید ظاهر شود، با واو. خوب، چون که حالت های اعرابی می تواند که بغیر از حرکت ها می تواند که با حرف ها ظاهر شود، واو، الف و یا. اصلا در اینجا باید با واو ظاهر شود. اما اگر شما این رو هم نفهمید، همین خل تصور کنید که در اینجا باید حداقل ضمه یا ضمتین می آمد، اما نه آمده است. از چی سبب؟ از سببی که در اینجا همین محلی با، یعنی که آخران حرفی همین کلمه چیست؟ با هست، چون که کلمه ابون هست، ابون. پس در اصلش ابون هست، باید بالای با حداقل ضمه بیاید یا اینکه ضمتین بیاید، اما نمی آید. از سببی که با جایش مصروف هست، جایش بند هست با یک اعراب، با یک حرکتی که مناسب هست برای یای متکلم. فهمیدین؟ از این سبب ظاهر نمی گردد، یعنی که در اینجا ابوی گفته نمی شود، ابویی گفته نمی شود، ابی معلوم نمی شود. اینجا گویا این گونه شاید شما در غلط فهمی افتید که این در حالت جری باشد، اما این در حالت رفعی هست، اما پنهانن. پس در اینجا همین ترکیب این رو مؤلف پیش میکند، میگوید که ابی در این جمله فاعل مرفوع هست، فاعل هست، عمل کننده هست، اجرا کننده عمل هست. یعنی کدام عمل؟ عملی اجازت دادن، و در حالت مرفوع هست. علامت رفعش چیست؟ علامت رفعه الضمه المقدره على ما قبل یاء المتکلم. علامتی در حالت رفع بودنش این ضمه پنهانی هست، مقدره یعنی که ضمه پنهانی بالای آن حرفی که پیش از یای متکلم هست، بالای آن حرفی که پیش از یای متکلم هست، یعنی که بالای با. یک بالای با اصلا یک گویم که باید این گونه تصور کنیم که یک ضمه پنهانی یا پوشیده در آنجا موجود هست. منع از چی سبب ظاهر نشده است؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه و یاء المتکلم مضاف الیه. از این سبب ظاهر نشده است که محلی همین جایگاهی همین حرکتی مقدره، حرکتی پنهانی که با هست، مصروف هست، بند هست، قید هست، قلف هست با یک حرکتی که مناسب است برای حرف بعدیش که یای ساکنه یا یای متکلم نامیده می شود. و خود یا در اینجا چی هست؟ مضاف الیه، آن کسی که به او همین پدر نسبت داده می شود. فهمیدین؟ و اگر به یادتان نباشد 3 سبب هست که همچون عذر پیش کرده می شود. یکمش این است تعذر، یعنی غیر امکان بودنی قبول کردنی همان حرکت، همان اعراب را یا همان حرکت را. دویمش هست الثقل، یعنی که وزنینی تلفظ. و سوم عذر این است اشتغال المحل بحرکت المناسبه، یعنی که مشغول بودن یا اینکه مصروف بودن محل با یک حرکتی مناسب. پس این بود مثالی که ابی در حالت رفعی هست. دویمش این است قال الله تعالی این ابی یدعوک، که به من در چت نوشته میتواند که در اینجا ابی به این رو خوندن باید در کدام حالت ما این رو حساب کنیم و از چی سبب؟ احسنتی، بله، در حالت نصب. از چی سبب؟ اسم این. احسنتی. خب در اینجا از سبب این، از سبب این الحرف المشبه بالفعل حرف الناصب گفته میشد یا توکید و غیره. از سبب این و اخواتها این اسمش هست، فورا پس از این می آید. از این سبب است که این در حالت نصبی هست. پس شاید نوآموز این گونه گمان کند که اصلا این باید ابایی باشد، ابایی باشد، یا حداقل بالای با چی باشد؟ فتح باشد، اما بالای با فتح نیست. از چی سبب؟ از سببی که اعرابش تقدیری هست، پنهانی هست. پس در اینجا این است مثالی حالت نصبی. این بود حالت رفعی، اینش حالت نصبی. مؤلف میگوید ابی اسم این منصوب، اسم این هست. اگر باید داشته باشید این و اخواتها این، ان، کأن، لكن، لیت، لعل، این گونه حرف های الحروف المشبهه بالفعل، اینها اسم خود را، یعنی گویا مبتدای خود را فتح میدهند یا در حالت فتح، در حالت نصب قرار میدهند و خبر خود را در حالت رفع. پس در اینجا همین گونه تأثیر کرده است، اما تأثیرش معلوم نیست. علامت نصبه الفتح المقدر على ما قبل یاء المتکلمی
علامتی نصبش چیست؟ علامتی که این در حالت نصبی هست فتحه پوشیده که بالای آن حرفی هست که پیش از یای متکلم هست. امیدوارم که این کلمه رو شما خوب دیده میتوانید. اگر خوب دیده نمیتوانید اینش هست همزه و اینش هست با و اینش هست یا یای نقطه دار، اما چون که در آیات قرآنی هست نقطه های یای کشیده شده یعنی نوشته نمیشود، چی در اسم ها باشد چی در فعل ها باشد. پس این است با و بای مکسوره هست و یای ساکنه هست. خب از سببی که در اینجا مد یعنی یای مدی هست از جهت تجویدی، از این سبب بالایش سکون گذاشته نمی شود. اما این است یای متکلم، همین است یای متکلم و بالایش و بالای حرفی که پیش از همین هست یعنی که بالای با فتحه ظاهر نمی گردد. از چی سبب؟ از همان سببی که در نقطه یکم خوانده بودیم که منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه و در اینجا هم یای متکلم مضاف الیه هست. و در این مثال آخران قال تعالی واغفر لأبی، علاقه همگی باید بشناسد که در اینجا لی حرف جر هست و لی اگر حرف جر باشد اسم بعدی خود را در حالت مجرور در حالت جری قرار می دهد که در اینجا از جهت دیدن و شنیدن اینگونه شنیده می شود یا اینگونه شاید معلوم شود که در حالت جری باشد و البته در حالت جری هم همین گونه باید نوشته شود، اما در اصل این در حالت جری نیست از سببی که این پوشیده شده هست. خب پوشیده شده هست و این همه وقت بر همین ابی همین گونه معلوم می شود، چی در حالت رفعی باشد نصبی باشد جری باشد. اما در اینجا یک نقطه رو اضافه کردگی هست که من برای شما میرسونم. میگوید که این ابی در اینجا اسم مجرور هست از سبب لامی حرف جر باللام، علامت جره الکسر المقدره. میگوید که علامت جریش گرچندی که اگر حقیقتا هم همین گونه در حالت جری میگذاشتیم با کسره با می نوشتیم، اما این مقدره هست از سببی تأثیر کردن لام در اینجا این گونه نوشته نشده است، بلکه از سببی که این اعرابی همین محل همین گونه هست، اعرابی مناسبی هست که با یای متکلم موافقت دارد. على ما قبل یای المتکلم البته یای که اشاره میکند به حالت جری پوشیده هست بالای با که پیش از یای متکلم می آید و از سبب اشتغال المحل به حرکت المناسبه ظاهر نگشته است و در اینجا هم یای متکلم مضاف الیه هست. در اینجا برای کسانی که میخواهند یا میفهمند من برای شما این حاشیه یا این تعلیق رو میخوانم. میگوید که من النحات من جعل الكسرة ظاهرة في حل الجر. بعض نحات یعنی که نحوی شناسان، بعض عالمان نحو و مانند امام ابن مالک که الفیه ابن مالک دارد اصلا این را حالت جری حساب کردند و چی گفتند که نه، برای اسم هایی که مضاف الی یا المتکلم هستند ما اینها را اینگونه حساب میکنیم که در حالت جری بله حالت جری یعنی روشن و ظاهر هست از سببی همین که حالت جریش به مانند حالت عمومیش هست. و بعضی ها هستند که من جعل ظاهرة للمناسبة و قدر التي للإعراب كابن هشام. اما بعضی دیگر نحوی شناسان همین گونه که من حالا با شما فهموندم و در اصل متن کتاب هست همین گونه فهموندند که نه، این اصلا برای مناسب بودن این حرکت با یای متکلم هست، نه برای ظاهر کردن حالت جریش. خب اگر این رو فهمیدید خوب، اگر نفهمیدید این یعنی تنها یک ایضاح هست، یک فایده اضافگی هست باقی ندارد. میگذاریم. خب خلاصه این صحیفه چی شد؟ که هر اسمی که نسبت داده شود به یای متکلم، به یای گوینده و شخصی گوینده، آخران حرفی همون اسم کسره می داشته باشد تا اینکه به یای گوینده مناسب باشد، موافقت کند و در تمام حالتهای اعرابی چی رفع چی نصب چی جر باشد ما اینگونه حساب میکنیم و اینگونه ترکیب میکنیم که اعرابش یا اینکه بله علامتش مقدره هست یعنی که پنهانی هست. میگذاریم به صحیفه بعدی. الفعل المضارع المعتل الآخر بالالف. این چهارم و پنجم در مورد فعل ها هست. تا اینجا قسمت یکم دوم و سوم در مورد اسم ها بود، این قسمت چهارم و پنجم در مورد فعل ها هست و سبب ظاهر نشدن اعراب این فعل ها به مانند قسم یکم و دوم هست. چی طوری که در قسم یکم در نوع یکم اگر باید داشته باشید اسم های مقصور
از سبب تعذر ظاهر نمیگشتند، اعرابشون ظاهر نمیشدند. از سببی که این فعل ها به مانند اسم های مقصور هست، اینها هم اعرابشون یا اینکه حرکت آخرشون از سبب تعذر ظاهر نمیگردند. و در این بخش پنجم از سببی که این فعل های معطل آخر با واو یا به مانند قسم دوم هستند، از سبب ثقل ظاهر نمیگردند. خب به هر حال فعل های مضارع معطل آخر با الف چی معنی دارد؟ حالا به تقسیمات فعل ها نمی رویم، اما من در درس قبلی برای شما کمی فهمانده بودم که در زبان عربی فعل ها چندین اقسام دارد و فعل های صحیح می باشد، فعل های محموز می باشد، مضاعف می باشد، معطل می باشد. و خود این معطل که هست وابسته به این که حرف علت دار یا حرف علت در اول، در جای اول، در جای میانه یا در جای آخر می آید، نامش مختلف می باشد. در اول اگر الف واو یا بیاید یعنی که در جای یکم، این را گفته می شود مثال. اگر در مابین اجوف در آخر بیاید ناقص. اگر دو تا باشد لفیف، مفروق و مقرون هست. اما این بخش زیادتر داخل می شود و صرف، و حالا من این رو شما را نمیفهمانم، تنها همین قدر بفهمید که فعل هایی که در آخرش چی باشد، همین الف مقصوره باشد. چی طوری که شما الکی الف مقصوره رو میشناسید دایر به اسم ها، من برای شما فهمونده بودم. همین خیلی هم فعل ها بعضی وقت در حالت مضارعشون همین گونه، یعنی همین گونه نوشته می شوند، همین گونه صیغه دارند که آخران حرفشون الف مقصوره می باشد. خب سعی یسعى، خب در اینجا هم این گونه باید تصور کنید که در اینجا الف مقصوره هست. یرضا، ینهى، یتزکى، یتربى. خب اینها رو گفته میشد، همین شکل رو که دیدید اینها رو گفته میشد فعل های معطل دارای الف واو که اینها چی دارند؟ الف دارند، با حرف الف به انتها میرسند. قسم بعدی با واو یا اینکه یا به انتها میرسند. تمام همین قدر رو باید بدونید، یعنی از جهت دیدن شما الکی میفهمید. اینجا ببینید یدعو با واو به انتها میرسد، یتلو با واو، یرجو با واو، یهدی با یای ساکنه، یغنی با یای ساکنه، یعطی با یای ساکنه. پس الف واو یا وقتی در اسم ها داخل شود اینها رو چی مینامیم؟ همین قدر بدانید که اینها رو فعل های معطل. اگر خواهید مثال اجوف ناقص رو میتوانید یاد بگیرید، اگر نخواهید حالا این ضرورت نیست به شما، تنها همین قدر بدانید که معطل. اگر اسم اگر فعل حرف الف واو یا اینکه یا رو داشته باشد اینها رو معطل گفته می شود. و در اینجا مؤلف به جایی که مثال اجوف ناقص بگوید همین خیلی میگوید معطل آخرش با واو یا اینکه یا، که آسان تر هست برای نو آموزان. پس اگر اگر فعلی باشد که آخرش با الف مقصوره یا اینکه الف که بگویم الف به انتها رسد، حکمش چیست؟ مؤلف میگوید که تقدر علیه الضمه والفتحه ويمنع من ظهورهما التعذر. ضمه و فتحه تنها چی؟ ضمه و فتحه پنهان کرده می شود و از ظاهر شدن هر دوی این حرکت ها تعذر یعنی که غیر امکان بودن، غیر ممکن بودن چی میکند؟ باز میدارد. مثلا نحو الفعل ترضى فيما يلي، مثلا فعل ترضى رو میگوید که بگیرید در این مثال های زیرین، این دو آیت رو پیش میکند. خب اینجا نظر کنید، قال تعالی لعلك ترضى، لعلك ترضى که شاید تو راضی شوی. ترضى در اینجا فعل مضارع هست، مرفوع در حالت رفعی هست. اما آیا شما حالت رفعی این رو دیده میتوانید؟ نمیتوانید. حالت رفعی اگر باید داشته باشید، مثلا ما داریم کلمه نصر ینصرو، نصر فعل ماضی هست، همین خیل. ینصرو فعل مضارع هست، ینصرو گفتیم، همین خیل نیست؟ یعنی با را مضموم، رای ضمه دار به انتها رسید. پس این رو گفته میشد حالت رفعی. اگر پیش از این ینصرو ما ان بگذاریم که حرف ناصب هست، این رو گفته میشد ان ینصرا، ای ینصرا، یعنی که حرکت را تبدیل میشود به فتحه. اما در اینجا آیا ما همین گونه چیزی میبینیم؟ ترضا او یا ترضا ا، ترضا ای چیزی میبینیم؟ نه، بلکه با الف مدی گویا بگوییم، با الف مدی، با الف ساکنه به انتها میرسد و در اینجا مجالی نیست یا اینکه امکانیتی نیست، تعذر هست، امکانیتی نیست که بالای این الف مقصوره ما اعرابی یا حرکتی گذاریم. و در اینجا برای تفصیلات ترکیبیش میگوید که در اینجا مرفوع هست. خب لتجرده من الناصب والجازم، از سببی که این فعل مضارع خالی هست، تجرد مجرد هست از
یگان عامل ناصب و جازم، یگان حرفی که ناصب باشد یا اینکه جازم که الکی شما باید بدونید. خب و علامتو یعنی که در اینجا ان لن کی ایدن نیست، این لم لملی لا نیست، یعنی که حرفایی که تأثیر میکنند به فعل آن حرفا نیست در اینجا. نه حرفی هست که در اینجا این رو ناصب بکند یعنی که در حالت نصب گذارد، نه حرفی هست که این رو در حالت جزم گذارد. و علامت رفع بودنش این ضمه مقدره هست. الضمه المقدره على آخره منع من ظهورها التعذر. ضمه پوشیده در آخر همین فعل هست و از این سبب ما این را در حالت رفعی شمار میکنیم. در اینجا میگوید ولن ترضا، در اینجا برای ما یک آیتی را پیش میکند که پیش از همین فعل لن می آید. خب تنها لن را میخواستم گرد کنم اما باقی ندارد، این واو یا استئناف حساب کنید یا عطفی که به آیتی پیش از این پیوست میکند. به هر حال لن ترضا، لن که هست حرفی ناصب هست، این باید در حالتی نصب باشد و در حالتی نصبی هم هست اما معلوم نمیشود با ما، چون که آخران حرفش رو وقتی که نظر میکنیم آخران حرفش ضاد نیست بلکه الف هست. اینجا الف مقصوره، الف مقصوره بالایش اعراب ندارد، بالایش حرکت ندارد. خب و بالای الف مقصوره هیچ وقت اعراب یا اینکه حرکت گذاشته نمیشه چون که الف مدی هست از جهتی تجویدی. خب پس چی میگوید در اینجا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، و هیچگاه هرگز راضی نخواهد شد، راضی نمی شوند از تو یهود و نصارا. فعل مضارع منصوب بلن، یعنی که میگوید این ترضى در اینجا فعل مضارع هست که منصوب هست در حالت نصبی هست از سبب لن، لن که ناصب هست. و علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، و البته علامت نصبیش این فتحه پوشیده هست که در آخرش هست از سبب تعذر، غیر ممکن بودن این ظاهر نگردید. پس خلاصه این صحیفه چیست؟ خلاصه همین صحیفه این است که وقتی که یک اسم مضارع یک فعل مضارع باشد که معتل باشد آخرش با الف، همین خیلی بگوید برایتان آسان خواهد بود تا وقتی که به صرف برسیم که اگر فعل باشد، فعل مضارع باشد که آخرش با الف به انتها رسد، معتل باشد، معتل آخرش با الف باشد، این هم به مانند اسمهای مقصوره اعراب تقدیری میگیرد، اعراب تقدیری میگیرد و ضمه و فتحه پوشیده میشود، ضمه و فتحه. اکنون میگذاریم به صحیفه بعدی، به گروه پنجم، به قسم پنجم که این است دویم بخش فعل ها که فعل های مضارع هستند که معتل آخر با واو یا اینکه با یا هستند. چطوری که من اشاره کردم الکی آخرشون با واو یا اینکه با یا به انتها میرسند. اگر معتل آخر با واو باشد اینها رو همچون مثال پیش کرده است، اگر معتل آخر با یا باشد اینها رو همچون مثال پیش کرده است. یدعو، یتلو، یرجو، یهدی، یغنی، یعطی. خب یدعو مثلا دعوت کردن یا دعوت دادن، یتلو تلاوت کردن، یهدی هدایت کردن، یغنی یعنی استغنا کردن یا اینکه بیکار، ضرورا نیاز نداشتن، بی نیاز بودن، یعطی دادن. این گونه معنا دارند اما معناهایش حالا برای قاعده گراماتیکی اونقدر مهم نیست. حکم این گونه فعل ها چیست؟ تقدر عليه الضمة ويمنع من ظهورها الثقل وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو الفعلين يعفو تغني فيما يلي. میگوید که در این فعل ها ضمه پوشیده می باشد، تقدر پنهانی می باشد و سببی یعنی که در آخران حرفش، نه اینکه پیش از آنها. در واو و در یا میگوید که ضمه یعنی که حالت رفعی پوشیده و پنهانی می باشد و از سببی نه اینکه غیر ممکن بودن بلکه از سبب وزنینی که در زبان ایجاد می شود، از این سبب منع می شود، ظاهر نمی گردد. اما فتحه ظاهر می گردد، یعنی حالت نسبی ظاهر می گردد از سبب سبک بودنی ظاهر شدنی فتحه. و البته کسره را از چی سبب در اینجا هم ذکر نشده است؟ در اینجا هم ذکر نشده است. از چی سبب کسره ذکر نشده است؟ کی می تواند به من بگوید؟ چون که در فعل کسره نیست، مجزوم نمی شود، مکسور نمی شود. این رو شاید در نظر داشتید، چون که در فعل کسره نیست، سؤال کسره بر فعل حتی نمی آید. خب از این سبب است که سؤال کسره بودن یا مکسور بودن در فعل حتی نمی آید. از این سبب است که در اینجا حتی فعل کسره رو ذکر نکرده است. فهمیدید؟
خب در اینجا مثال ها رو پیش میکند برای یعفو و تغنی. قال تعالی و یعفو عن السیئات. الله سبحانه و تعالی در این آیت میگوید که الله سبحانه و تعالی میبخشد گناهان رو، یعنی که میبخشد، در گذر میکند سیئات، کارهای بد رو، یعنی که گناه ها رو، گناهایی که کرده میشود. خب در اینجا یعفو یعنی بخشیدن. فعل مضارع مرفوع میگوید که این فعل مضارع هست که در حالت رفع هست، لتجرده، یعنی که از سبب مجرد بودنش، از سبب خالی بودنش از ناصب و جازم. علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. همه نقطه ها رو دوباره تکرار نمیکنم به شما، چون که شما علاقه باید آگاه باشه ثقل چیست، علامه تقدیری چیست، منع من ظهورها چیست. یعنی که در اینجا یعفو، در اینجا در بالای واو هیچ اعرابی وجود ندارد، اما باز هم این را در حالت مرفوع حساب میکنیم از سببی که پیش از این فعل یگان عامل، یگان حرفی ناصب و جازم وجود ندارد که به این تأثیر کند. و وقتی که فعل پیش از فعل این گونه علامت های یا حرف ها اگر نباشد، همه وقت در حالت عمومیش و اساسیش می باشد که حالت های اساسی هم فعل ها و هم اسم ها حالت رفعی می باشد. خب پس در اینجا نمیبینیم چیزی رو، اما باز هم این رو در حالت مرفوع حساب میکنیم. اما این مثال بعدی رو نظر کنید. قال تعالی عسى الله ان يعفو عنهم، ای یعفو. در اینجا دیدید که واو چی دارد؟ فتح دارد. از چه سبب؟ از سبب این فعلی که این حرفی که حرف ناصب هست پیش از این فعل آمده است. از همین سبب است که میگوید فعل مضارع منصوب بان. این یعفو فعل مضارع هست معتل آخر با واو که منصوب هست از سبب ان. علامت نصبش چیست؟ علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره. البته علامت در حالت نصب بودنش این فتحه ظاهره هست، فتحه که ظاهر هست، معلوم هست، روشن هست در آخرش. خب در این آخران آیت لا تغنی شفاعتهم، لا تغنی شفاعتهم، تغنی رو نظر کنید. تغنی فعل مضارع مرفوع، این هم در حالت رفع است. پیش از این یگان علامتی ناصب یا اینکه یگان حرف ناصب و جازم نیست. لتجرده، از سبب مجرد بودنش، از سبب خالی بودنش از ناصب و جازم، و علامتی در حالت رفع بودنش چیست؟ الضمه المقدره على آخره، در آخرش گرچه که در اینجا یای ساکنه هست و قبلش نونی مکسوره، اما باز هم میگیم که در آخرش در بالای همین یا گویا چی هست؟ یک ضمه پوشیده هست که از سبب ثقل، از سبب وزنینی ظاهر نشده است. و در اینجا لن تغنیه، دیدید که چخل دو مثال رو برای یعفو داد. یعفو در حالت رفعی که ظاهر نمیگردد، یعفو در حالت نسبی که ظاهر میگردد، حالتی جری ندارد. خب و البته خودش در حالت جزمی همه وقت هست چون که آخرش ساکنه هست. و اینش که هست سوم و چهارم، این مثال های تغنی هست. در حالت رفعی تغنی اعرابی تقدیری میگیرد، در حالت نسبی اعرابی ظاهری میگیرد. لن تغنی عنهم اموالهم، لن ناصب هست، یعنی که حرفی که به فعلش فتحه میدهد، حرکت آخرش یعنی که حرف آخرش باید فتحه بگیرد و همین طور هم شده است. میگوید که فعل مضارع منصوب بلن، علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره، فتحه ظاهر هست در آخری همین فعل. خب پس این بود قسمتی پنجم که خلاصه این صحیفه چی شد؟ خلاصه همین صحیفه این شد که فعل هایی که معتل هستند با واو یا ضمه چی میشود؟ پوشیده می باشد، از سبب ثقل وزنینی تلفظ ظاهر نمی گردد، اما فتحه در هر دوی این بخش ها ظاهر می گردد. این از بخش چهارم چگونه فرق می کند؟ که در بخش چهارم اگر معتل آخر با الف باشد هم ضمه و هم فتحه تقدیری می باشد، یعنی که پنهانی می باشد. پس یک بار نظر میکنیم در اینجا خلاصه این صحیفه چیست، یا این درس ششم و هفتم. خلاصه درس ششم و هفتم چی شد؟ اعراب تقدیری میگوید که در اسم میتواند باشد اعراب پنهانی و یا اینکه در فعل های مضارع که معتل آخر هستند. اگر در اسم ها حساب کنیم این میتواند که بخشی یکم باشد الاسم المقصور، اسم مقصور یعنی که اسمی که با الف مقصوره به انتها میرسد، اسم منقوص یعنی که با یای ساکنه به انتها میرسد، الاسم المضاف الى یا المتکلم اسمی که به یای گوینده نسبت داده میشود به مانند کتابی. پس در این بخش یکمی که با الف مقصوره به انتها میرسد تقدر علیه الحرکات الثلاثه للتعذر، از سبب غیر ممکن بودن هر سه حرکت ها پنهانی می باشد.
این را کوشش کنید حفظ کنید. در کلمه ها، در اسم های منقوصه، یعنی که به مانند القاضی با یای ساکنه که به انتها میرسد، حکمش چیست؟ تقدر علیه الضمه والکسره للثقل. تنها ضمه و کسره از سبب وزنینی تلفظ چی میگردد؟ پوشیده میباشد، اما تنها فتحه از سبب سبک بودن ظاهر میگردد. یعنی القاضی، جاء القاضی، رأیت القاضیه، مررت بالقاضی. و این تنها در آن حالتی هست که الف لام دارند. اگر الف لام نداشته باشند کمی یعنی آخرشون فرق میکند، حذف میشود، اما این در یگان بخش دیگر میفهمونند. تنها وقتی که الف لام داشته باشند، هم برای اسم های مقصور و هم برای اسم های منقوص. و اسم هایی که به یک متکلم نسبت داده میشوند تقدر علیه الحرکات الثلاث للاشتغال المحلی بحرکت المناسبه. هر سه حرکت ها بالای همین آخران حرفی همین کلمه ها پوشیده می باشد، از سببی که آخران حرفی همین کلمه ها که پیش از یک متکلم می باشد آنها مشغول هستند، مصروف هستند با یک حرکتی که مناسب هست برای حرف آخران برای یک متکلم که کسره می باشد. و اگر در فعل ها نظر کنیم، در فعل های مضارع معتل آخر می تواند معتل آخر با الف باشد، معتل آخر با واو یا اینکه یا. اگر با الف باشد به مانند یسعى، هم ضمه و هم فتحه پنهانی می باشد از سبب تعذر. و اگر فعل های معتل آخر با واو یا باشد به مانند یدعو و یعطی، تنها ضمه پنهانی می باشد از سبب وزنینی، اما فتحه ظاهر می گردد. و در هر دوی این بخش ها البته در مورد کسره سخن گفته نمی شود از سببی که فعل ها کسره نمی گیرند. خب اکنون انشاءالله می گذاریم به تمرینات امروزه. اکنون ما به تمرینات می گذاریم. شاگردان جواب های خود را پیش می کنند و بعد از این به شاگردانی که ثبت را گوش می کنند جواب ها را ایوار نشان می دهیم. احسنتی. بله، هر آینه به شبهه قرآن آن است هدایت برای مردم. کسانی که نشنیده باشند این است اسمی مقصوری ما. خب و آیا حالت این رو گفته می توانید که این در کدام حالت اعرابی هست؟ بله، در حالت رفع هست. خب اما در اینجا معلوم نشده است. فعل به می باشد. احسنتی. در اینجا فعل، فاعل، مفعول متعلق می شود. برداشت، پیرزن. برای دیگران میگویم عصا را در دستش، فی یدیها، از این سبب گفتم پیرزن. توجه کنید خواهران که در اینجا این فعل هست و این فعل اصلا در این گونه هست که حملت این گونه نوشته می شود یا این گونه در اصل بود، اما از سبب اجتماع ساکنین در اینجا ما این اذا حرک بالکسر این قاعده رو در اینجا تطبیق کردیم که سکون یکم را، یعنی در اینجا اگر اهمیت بدهید در این بالای لام تعریف هم ساکن اومده است و در بالای تا برای که این فعل ماضی بود، حمل، حمله، حملو، حملت، واحد مؤنث غائب، این صیغه همین فعل می باشد. فهمیدید؟ از سبب اجتماع ساکنین، التقاء ساکنین، دو سکون وقتی که روبرو می شوند یکمش رو ما باید تغییر دهیم، تبدیل کنیم، یا اینکه با ضمه یا اینکه با فتحه یا با کسره. عموما با کسره در فعل ها تبدیل کرده می شود. از این سبب ما میگویم حملاتی العجوزو. این شد فعل عمل، این است فاعل عمل کننده، این است مفعول بی به فکرم به تاجیکی گفته می شود، یعنی که آن چیزی که عمل رو قبول می کند. یعنی که چی گرفته می شود؟ البته عصا یا اینکه تیاق گرفته می شود در دستش. پس این اصلا در حالت نسبی هست، اما حالت نسبیش مقدر هست، پوشیده و پنهانی هست. خب اکنون دیگر میگذاریم. بهترین دیده جواب پره رو همه فهمید انشاءالله. این اصلا مثال مهم هست چون که پیش از این اسم حرف جر قرار دارد. حرف جر همگی حرف جر رو میشناسد، میداند که تأثیر حرف های جر چی هست، یعنی که اسم بعدی رو عموما در حالت جری قرار میدهند، مجبور میسازند که در حالت جری بیافتند، در حالت جری بیایند. اما در اینجا ببینید که ریبه ما ریبی یا ریبی یا حتی ری نمیشود، یعنی ریبی گفته نمیشود. در اینجا با الف مقصوره به انتها میرسد، ما قبلش باید فتحه بماند. از این سبب این است اسمی مقصور و در حالت جری هست، اما یعنی پنهانی است، اعرابش پنهانی هست در اینجا از سبب تعذر غیر ممکن بودن. میگذاریم به صحیفه بعدی. در اینجا می نویسم که استخرج الاسماء المنقوصه من الجمل التاليه.
یعنی اشاره کن یا بیرون کن اسم های منقوصه رو، اسم های منقوص رو از جمله های زیرین. بله پنهانی شده است. بله پنهانی است اعرابش. بله در اینجا قاضی یو نمیگویم. از چی سبب؟ از سببی ثقل، سببی وزنینی. پس این است اسمی منقوصی ما. احسنتی. خوب میگذاریم اکنون دیگر. این فعل امر نیست، این از باب افتعال هست، یعنی که برداشته شد. اصلا چی است؟ ارتفعت، یعنی که با کسره هست، واحد مؤنث. بله ارتفعت الایدی، دست ها بالا شد، از باب افتعال. فاعل هست. این چی شد؟ فاعل. احسنتی. بارکالله فیکی. خب میگذاریم اکنون. بله دیدید چی گفتک که در اینجا گفت که این اسم این هست. این اگر باید داشته باشید این و اخواتها اسمش را در حالت مفتوح قرار میدهد. این مضاف الیه هست، این اضافه داده شده است به یای متکلم. اصلا باید که فتحه میگرفت، حداقل فتحتن در حالت نسبی هست، اما ظاهر نمیگردد، پنهانی هست از سبب اشتغال المحل، از سبب مشغول بودن این محل رو در نظر داریم. محلی یعنی جایگاهی به مشغول هست با کسره که مناسب هست برای یایی که پس از آن می آید. احسنتی. در اینجا هست کتابی. دیگر کیست؟ بفرمایید همون اپایی که جواب دادن میخواست پیش از جمله. بله لکن که هست به مانند این نه هست، یکی از خواهران این نه هست، یعنی که اسمش رو در حالت نسبی قرار میدهد. پس این رو ترکیب کرده میتوانید. مکتبتی در حالت منصوب هست از سببی گفتم لکن به مانند این نه هست، اسمش رو چی میدهد؟ در حالت نصب قرار میدهد، منصوب میگویم. بله اسمی لکن از منصوب و علامت نصبش چیست؟ علامت نصبش پنهانی هست. اگر باید داشته باشید این تمام اینها پنهانی می باشد. علامت نصبش فتحه پنهانی هست، فتحه مقدره، و منع من ظهورها، منع شده است، ظاهر شدن است از سبب اشتغال المحل به حرکت مناسبه. فهمیدید برای چی؟ این محلش چیست؟ محلش این تا مربوطه هست در آخرش، اما این مشغول هست، مصروف هست با یک حرکتی که مناسب هست برای یک متکلم. یا رب. خوب استخرج الافعال المعتله من الجمل التاليه. این رو در دفتر خود، در نسخه خود اصلاح کنید. در اینجا خب فعل های معتل آخر رو از این جمله ها بیرون کنید. بله این است فعل معتل آخری ما با الف. یردا، راضی شدن، خوشنود شدن. خب جمله دوم اینجا گفتن که ینها، دوباره خیلی نمی نویسم اما بله ینها این است فعل معتل آخری ما با الف. ینها الاستاذ الطلاب عن اللعب. ترجمه کردید؟ استاد باز می دارد شاگردان را از بازی کردن، از بازی. احسنتی. ینها این است فعل معتل آخر و این در حالت رفعی هست از سببی که پیش از این یکون ناصب یا جازم نآمده است، در حالت مرفوع هست، اما مرفوعی که مقدره هست، پنهانی هست از سببی که خالی هست از ناصب و جازم، در حالت مرفوع هست. علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لتجرده من الناصب والجازم، منع من ظهورها التعذر. خب الحمد لله. در اینجا نظر کنید حدد الأسماء والأفعال من الأنواع الخمسة للإعراب التقديري التي درستها. در اینجا 8 جمله هست برای شما انشاءالله. از تمام این جمله ها در اینجا همش قد هست. بعض اسم هایی که از 3 نوع یکم آموخته می آید، بعض فعل ها، آنها رو نشاندهی کنید، آنها رو نشانه کنید، کوشش کنید جمله ها رو ترجمه هم کنید، از لغت استفاده کنید، شبکه های اینترنتی اگر خواهید استفاده کنید. اما مهمش این است که شما همان اسم یا فعلی که اعراب تقدیری دارد همان رو نشانه کنید و نویسید که در اینجا مثلا این است خبر مرفوع، یا همین حالت اعرابیش رو نویسید. اگر ترکیبی رو ندانید نویسید مثلا که مرفوع هست و علامت رفعه، علامت رفعش چیست، چطوری که شیخ خالد در کتابش نوشتگی هست، همین گونه شما هم نویسید. انشاءالله در هفته آینده نظر خواهیم کرد. خب انشاءالله در امان الله باشید. السلام علیکم.